ارتباط بزرگ دیگری موسیقی با ویچکرافت یا جادوگری هست. اکثریت کسانی که با موسیقی سر و کار دارند نزدیکی و علاقه وحشتناک با ویچکرافت یا جادوگری دارند که این شرک بزرگ جوانان بسیار را به دنبال خود کشنده است. برای همین است که جوانان از نسل نوین علاقه خیلی زیاده به تعویذ، جادو، رمالها و سمبولهای شیطانی از خود نشان داده و گرایششان به این سمبولها و شیطان پرستی روز به روز زیاد شده میره. موسیقی پرستان که ارتباط خیلی نزدیک با شیاطین دارند، سمبول ها و نشانه های را با خود حمل می کنند و در بدنشان تتو کرده و یا هم در لباس هایشان آن را چاپ می کنند. به طور مثال نشانه ستاره صبح یا پنجزولی وارونه و معکوس inverted pentagram. این علامات در مراسم مخفیانه کابالا یا جادوگری برای احضار ارواح شیاطین استفاده میشه. این علامت را شیاطین و شیطان پرستان با 2 ضلع در بالا و ملحدان با 1 ضلع در بالا استفاده میکنند. در هر حال این علامت شیاطین هست و مهم نیست که 1 ضلع آن بالا باشد یا 2 ضلع آن بالا باشد، بلکه اینها تمامش از سمبل های شیاطین است که در لباس ها، در بدن، لوازم و اساسه شیطان پرستان و موسیقی پرستان دیده میشه. سمبول دیگر که به نام دیو بافومت یا بافومت یاد میشه علامت دیگر از شیطان پرستی هست که در گروه های موسیقی با استفاده از این علامت در بین مردم جادوگری و ویچکرافت را ترویج میدهند. سمبول دیگر علامت 666 است، نشانه جانور یا هیولا که سیکولارها و دین ستیزها در این مبحث پا از گلیم خیش فراتر نهاده و اون را به قرآن ارتباط میدهند، در حالی که این علامت شیطان است و این که آیات قرآن 6666 هست دروغ و یک تهمت بزرگ به اسلام است، در حالی که عدد 666 در باب مکاشفات انجیل آمده که میگوید پس هر کس حکمت دارد عدد وحش را بشمارد، زیرا که عدد انسان است و عددش 666 است، در حالی که علامت 666 سمبول شیاطین و موسیقی پرستان است. سمبول دیگر به نام انک یا سمبول باروری و شهوات در انسان ها هست که به نام روح شهوت و قدرت شهوت در بین زنان و مردان یاد میشه و با استفاده از این سمبول در گروه های موسیقی اینها به یکدیگر میرسانند که تا میتوانند زنا بکنند و از جسم خود لذت ببرند. سمبول دیگر موسیقی پرستان سواستیکا اور سنویل یا صلیب شکسته یا چرخ خورشید است. در اصل این یک علامت مذهبی باستانی است که سالها قبل از به قدرت رسیدن هتلر به کار میرفت و این علامت در کتیبه های بودایی در مقبره های سلتی و یونانی استفاده میشد و در آیین آفتاب پرستی یا پرستش خورشید این علامت به نظر می رسید که نشانه مسیر حرکت خورشید در آسمان است. یعنی تمام این علامات ضد دینی و ضد اسلامی هست که موسیقی پرستان در بین گروه های خود رموزهای خاص را به مخاطبین خود ابراز میکنند. سمبول دیگر شیطانی موسیقی پرستان به نام All Seeing Eye یعنی چشمی که به همه جا می نگرد هست. موسیقی پرستان و شیطان پرستان معتقد هستند که چشم لوسیفر یا شیطان است، کسی که قدرت کنترل او را داره به تمام دارایی ها حکومت میکنه. موسیقی پرستان از این علامت در پیشگویی ها استفاده میکنند، همانطوری که قبلا ذکر کردیم که در جادوها و ویچکرافت ها از علامات موسیقی خاص و در نفرین ها و در کنترل روح های پلید با استفاده از شیاطین جنی و نشر تمامی انحرافات تحت این علامت کار میکنند. اگر شما به پول رایج امریکا نگاه بکنین، این علامت اساس نظم نوین جهانی و به عباره خودشان علامت روشنفکران است، در حالی که این علامات شیطان و ظهور دجال است. پس ظهور دجال امکان نداره الا به ترویج موسیقی، همانطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از علامات ظهور آخر زمان را ترویج موسیقی در بین زنان میخوانه و میگه که تعداد خواننده زنان خیلی زیاد میشه.
سمبل دیگر موسیقی پرستان و شیطان پرستان upside down cross است یا صلیب وارونه و این نشانه استهزاء و رد کردن به ادیان ابراهیمی است. از گردنبندهای اینها و از جواهرات اینها شیطان پرستان و موسیقی پرستان در بین مخاطبینشان استفاده میکنند و خواننده های راک اند رول، جاز و غیره در روی آلبوم های موسیقیشان از این سمبل استفاده میبرند. از علامات دیگر شیطان پرستان و موسیقی پرستان سر بز است، گوت هید یا بز مندس، که در مصر باستان به این شیاطین عقیده داشتند و او را به نام بافمت یا خدای جادو یاد میکردند. پس میبینیم که ارتباط جادوگری و ویچکرافت در بین موسیقی پرستان خیلی زیاد است. به همین دلیل کسانی که زیاد به موسیقی علاقه وحشتناک دارند، اونا با آسانی تحت کنترل شیاطین قرار گرفته و خروج جنیات شریر از بدن اونها کار ساده ای نیست. از سمبل های دیگر شیطان پرستان و موسیقی پرستان اسکیپ گوت است یا بز تریه یا قربانی. این یکی از راه های شیطان پرستان برای مسخره کردن ادیان ابراهیمی است که به این طریق عیسی مسیح علیه السلام را مسخره میکنند که عیسی مسیح علیه السلام مانند یک بره برای گناهان بشر کشته شد که این از عقاید باطل عیسویان هست. از سمبل های دیگر موسیقی پرستان و شیاطین انکی یا حرج و مرج است. این علامت به معنی از بین بردن تمام قوانین هست. به عبارت دیگر هر چی که مخرب است انجام بده، یعنی امان قانون شیطان پرستی، به این معنا که قانون شیطان بالاتر از هر قانون است. بر همین دلیل است که علمای اسلام شدیداً مخالف موسیقی هستند و به مسلمانان این را ترویج میکنند که از موسیقی برحذر باشید که موسیقی از شیطان است. از علامه های دیگر شیطان پرستان انتی جستس یا ضد عدالت است که با بظاهر کشیدن تبر رو به بالا علامت عدالت روم قدیم را به مظاهره میکشند، یعنی ضد عدالت. بدین معنا که شیطان پرستان و موسیقی پرستان ضد عدالت بوده و عدالت را نمیخواهند. برای همین است که فمینیست ها از دو تبر رو به بالا به معنی مادر سالاری باستانی استفاده میکنند و این علامات شیطانی هست که با احکام دین مخالفت میکنند و میخواهند آن را زیر پا بکنند. باید بیاورید آنجا که الله سبحانه و تعالی به شیطان میگوید قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. هر کسی که از انسانها از تو تبعیت بکنه جهنم کیفر شماست و در آنجا کیفری است فراوان. و باید بیاورید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا يكونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. از امت من گروه ها و اقوام ظهور می کند که زنا، ابریشم، شراب و آلات موسیقی را حلال می شمارند